یه سلام گرم و تابستونی خدمت دوستان عزیز. درس سوم رو شروع می‌کنیم با آموزش کاربرد افعال اتخ و ابواق. جلسه گذشته فعل اتخ رو صرف کردیم، اما این جلسه علاوه بر صرف مجدد این فعل، برای یادآوری کاربرد این فعل در زبان فرانسه رو به طور کامل توضیح خواهیم داد. یه بار دیگه فعل بودن رو صرف می‌کنیم. Je suis، من هستم. تو هستی. ایله، او هست. اله، او هست، مؤنث. نوسون، ما هستیم. ووزت، شما هستید. ایلسون، آنها هستن و السون، آنها هستن برای مؤنث. اما چطور میتونیم یک فعل رو منفی کنیم؟ یعنی به جای اینکه بگیم من هستم بگیم من نیستم. قانون کلی برای منفی کردن قرار دادن یک نوع قبل و یک بعد از فعل صرف شده هستش. ورب کنجوگه، یعنی فعل صرف شده. یه بار دیگه فعل رو صرف می‌کنیم، این بار به حالت منفی. Je ne suis pas، من نیستم. Tu n'es pas، تو نیستی. Il n'est pas، او نیست. Elle n'est pas، او نیست، مؤنث. Nous ne sommes pas، ما نیستیم. Vous n'êtes pas، شما نیستید. Ils ne sont pas، آنها نیستند. Elles ne sont pas، آنها نیستند، مؤنث. میرسیم به بحث اصلی، اینکه ما از فعل اتخ کجا میتونیم استفاده کنیم. اولین کاربرد این فعل در بیان شغل هست، یعنی پروفسیون. مثال ها رو توجه کنید. Je suis professeur، je suis professeur، من هستم پروفسور، استاد. مثال بعدی. Nous sommes commerçants، ما تاجر هستیم، ما بیزینسمن هستیم. توی فارسی میگیم من یه استاد هستم و همین هستم توی فرانسه هم صدق میکنه. Je suis professeur. دومین کاربرد گزارش ملیت یا ناسیونالیته هستش. مثال ها رو توجه کنید. Je suis français، je suis français، من هستم فرانسوی. اسکل اونگرواز، اسکل اونگرواز، آیا اون مجارستانیه؟ Ils ne sont pas espagnols، فعل حالت منفی گرفته و میگه که اونها اسپانیایی نیستن، یعنی داره یک ملیت رو توضیح میده. میگه که اونها اسپانیایی نیستن بلکه از یک ناسیونالیته و از یک ملیت دیگه هستن. اون ایتالیان، ما ایتالیایی هستیم، یعنی داره یک ملیت رو بیان میکنه که ما ایتالیایی هستیم. ویژگی دیگه، سومین کاربرد بیان یک ویژگی مثبت یا یک نقص هست. ایل پسیان، اون صبوره. صبور بودن یک کلیته محسوب میشه و با فعل اتخ گزارش میشه. ال انتلیژانت، اون باهوشه. باهوش بودن جزء کلیته ها محسوب میشه و با فعل اتخ بیان میشه. ils sont jaloux، اونها حسود هستن. حسادت یک دفاع یا یک نقص محسوب میشه که با فعل اتخ اینجا گزارش شده. چهارمین کاربرد گزارش موقعیت یا یک حالته. این موقعیت ممکنه یک موقعیت مکانی باشه. اسکیللا، آیا اون اونجاست؟ اسکیللا، آیا اون اونجاست؟ یا میتونیم ل رو اینجا معنی کنیم. آیا اینجاست؟ منظور از اینجاست یک موقعیت مکانی هستش که با فعل اتخ گزارش شده. اون لیبر، اون لیبر، ما آزاد هستیم. اینجا آزادی یک ات هست، یک حالته، یعنی داریم میگه که ما یک حالت آزاد داریم که با فعل اتخ ما میتونیم گزارش کنیم این آزادی رو. nous ne sommes pas mariés، ما ازدواج نکرده ایم. ازدواج نکردن یک موقعیت، یک حالته، یعنی هنوز تو حالت مجرد قرار داریم که با فعل اتخ گزارشش میکنیم. il est divorcé، اون جدا شده، یعنی یک حالت جدایی داره. منظورش جدا شدن. دیورسه اینجا اینکه ممکنه مطلقه باشن، طلاق گرفته باشن. ایله دیورسه، ما به فعل اتخ گزارشش کردیم. اون طلاق گرفته. ووزت آن اوانس، شما جلو هستید. آن اوانس یک اتا، یک سیتواسیون حساب میشه، یک موقعیت، یعنی میگه که شما
جلوتر هستید، یک موقعیتی دارید نسبت به بقیه و این موقعیت اینه که شما جلوتر هستید. و اما فعل بعدی که قراره بررسی بشه فعل ابواق هستش. در ابتدا این فعل رو صرفش بکنیم. ژ من دارم، تو داری، ایل او دارد، ال او دارد. نوزوان ما داریم، ووزوه شما دارید، ایلزون آنها دارن و الزون آنها دارن. اینجا نکته‌ای که وجود داره حرف اس قبل از یک وایل اومده، برای همین ما این رو ایلسون نمیخونیم بلکه ایلزون میخونیم. اس تبدیل به صدای ز میشه. حتی اینجا الزون اس تبدیل به صدای ز شده. برای منفی کردن همون قانون همیشگی، قرار دادن یک نو قبل از فعل اصلی و پ بعد از فعل. اینجا یک نکته که وجود داره، نو که یک ساختار منفی کننده هست و ا که صورت صرف شده فعل است. این نو یه حرف وایل، یک حرف صدادار داره. همچنین این حرف ا یعنی فعل ا صدا داره. اگه بخوایم ما اینو تلفظ کنیم خیلی سخت میشه نو ا. برای همین ما اولین صدای صدادار خودمون رو، وایلمون رو حذف میکنیم و به جاش یک اپوستروف قرار میدیم. یعنی نوع رو ما میخونیم نه، این او رو حذف میکنیم. حالا بیایید به صورت کاربرده توی صرف فعل یاد بگیریم. جو نپا من ندارم، تو نپا تو نداری، ایل نپا او ندارد، ال نپا او ندارد، نو نومپا ما نداریم، وو نوپا شما ندارید، ایل نمپا آنها ندارند، ال نمپا آنها ندارند. توی تمام این مثال ها میبینید، مثال ها که ما اومدیم او رو حذف کردیم، اپوستروف گذاشتیم که دو تا حرف صدادار پشت سر هم نیام. میرسیم به بخش کاربردها. قبل از اینکه کاربردها رو توضیح بدم، این نکته را در نظر داشته باشید که اگر تو ساختار اول ما، یعنی تو ساختار سوالی ما، یکی از حرفهای ان، اون یا د وجود داشته باشه، در جواب اینها تبدیل به دو میشن. یعنی در حالت منفی اینها تبدیل به دو میشن. حالا توی مثال ها بیشتر بررسی میکنیم. همونطور که میدونید فعل ابواق معنی داشتن رو داره، پس قاعدتا باید یک کاربرد مالکیت داشته باشه. یعنی اینکه شما تو جمله هایی از اون استفاده کنید که موضوع مالکیت مطرح باشه. اما مالکیت روی چیست؟ اولین مثال ما در مورد ابژه متریال، یعنی مواد مادی، یعنی مالکیت روی موارد مادی. اسکو ووزاوه اون وواتو، آیا شما یک ماشین دارید؟ همونطور که میبینید وواتو یک ابژه هستش، یک شی هستش و داریم اینجا ما مالکیت روی این شی رو بررسی میکنیم. در جواب میگه نو ژونه پا دو وواتو. همونطور که میبینید توی سوال ما اون داشتیم. آیا شما دارید یک ماشین؟ ولی در جواب نمیگید نه من یک ماشین ندارم، میگه من ماشینی ندارم. اینجا اون تبدیل به دو میشه. یعنی ما نمیگیم نو ژونه پا اون وواتو، میگیم نو ژونه پا دو وواتو. کاربرد دیگه مالکیت اشخاص هست، یعنی پرسون. اسکلا دزانفان، اسکلا دزانفان، آیا اون بچه داره؟ تو جواب میگیم وی الا دو زانفان، بله او دو تا فرزند داره. اگه بخوایم منفی جواب بدیم میگیم نو ال نپا دانفان، اون بچه نداره. همینطور که میبینید دی ما در حالت منفی تبدیل به دو شد. یه نکته دیگه، الا دو زانفان، اینجا ایکس بعد اینکه به وایل میخوره صدای زد میگیره. نوزوان ام بون پروفسور، ما داریم یک پروفسور خوب، یک استاد خوب. اینجا هم باز مالکیت روی یک شخص هستش، استاد که یک شخص محسوب میشه. نوسیون به معنی مفهوم، یعنی مالکیت روی یک مفهوم. ژ راندوو ا 15، من ساعت 3 بعد از ظهر، ساعت 15 یک
قرار دارم. راندوو یک مفهوم هستش، یعنی شیء نیست، چیز قابل لمس نیست و ما برای گزارشش از فعل avoir استفاده میکنیم. ایل فم، اون گرسنه است، یعنی در واقع توی فرانسه کلمه به کلمه که بخوایم معنی کنیم میشه او دارد گرسنگی. فم یک نوسیون هستش، یک مفهوم هستش، یعنی قابل لمس نیست. برای گزارش گرسنگی ما از فعل avoir استفاده میکنیم. nous avons de la chance، ما داریم شانس. شانس یک مفهوم است، قابل لمس نیست، برای بیانش از فعل avoir استفاده میکنیم. اونم reunion، ما یه جلسه داریم. reunion جلسه یک نوسیون، یک مفهوم است، قابل لمس نیست، یک شیء نیست، برای گزارشش از avoir استفاده میکنیم. آخرین موردی که بررسی میکنیم و بخوایم اونو گزارش میکنیم اج هستش، به معنی سن. یعنی اگه ما بخوایم سن خودمون رو بگیم یا سوال بکنیم در مورد سن، از فعل avoir استفاده میکنیم. کلش avez-vous، شما چند سال دارید؟ کلش avez-vous. j'ai 20 ans، من 20 سال دارم. یعنی خارجی‌ها نمیگن من je suis 20 ans، من هستم 20 ساله، میگن من دارم 20 سال. j'ai 20 ans. بسیار خب دوستان، توضیحات این بخش هم تموم شد، اما هنوز درس تموم نشده. من براتون 2 تا دیالوگ کاربردی مرتبط به همین درس آماده کردم. برای اینکه درس رو خوب یاد گرفته باشید باید این دیالوگ ها رو حتما حفظ کنید. توجه کنید، این که میگم حفظ کنید منظورم اینه که جمله ها رو یاد بگیرید و ساختارها رو مسلط بشید، و اینکه ترتیب جملات رو یاد بگیرید به هیچ وجه مهم نیست. یعنی اینکه شما بیاید حفظ کنید لوسی الان اینو گفت و پیتر هم الان باید اینو بگه، اینا اصلا مهم نیست. شما فقط جملاتی که داخل مکالمه استفاده شده رو حتی اگه شده 100 بار تکرار میکنید تا ملکه ذهنتون بشه. دیالوگ ها رو برای بار اول خودم تلفظ میکنم و خودم هم براتون معنی میکنم، و بعد اینکه دیالوگ تموم شد و معنی ها رو یاد گرفتید، من دیالوگ رو با صدای اصلی خود افراد دوباره میذارم تا با لهجه و تلفظ اصلی که خود فرانسوی ادا میکنن آشنا باشید. اولین دیالوگ رو الان با هم کار میکنیم. بسیار خوب، مکالمه رو شروع میکنیم. قبلش این که نکته رو بگم، این افعالی که من قرمز کردم باید حواسم رو بیشتر بهش جمع کنیم، چرا که اینا خودشون مثالم برای درس امروز و تمام اینها مثالایی هستن با توجه به کاربردهایی که ما توضیح دادیم اینجا خیلیشون استفاده شدن. شروع میکنیم. لوئیس میگه بونژور، روز بخیر. اسکو بونوا الا، اسکو یعنی آیا، بونوا یه اسم خاصه، بونوا هست، لا اینجا. پیر میگه نو ایل نپلا، میگه نه اینجا نیست. الا تلنفیق موقعی ژکخوا، اون رفته درمونگاه، فکر میکنم. توجه کنیم ایله تا، ما اینجا برای سادگی تلفظ ت رو لیزون کردیم به ا، یعنی چسبونده به هم و نگفتیم ایله ا، گفتیم ایله تا، در اینکه راحت تر بتونیم جمله رو بخونیم. لوئیس دوباره میگه ابون، او ایله ملد، اون مریضه. پیر میگه وی، بله ایله ملد، اون مریضه، فتیگه، خسته، دپریمه، ناراحت. کسکیله، چش شده. ایله دپروبله، اون مشکل داره. پیر میگه دپروبلم اوک لفم، میگه اوه یه مشکلایی با لفم یعنی زنان، اوک لفم با زنان. الو خوب. ایله امورو، او هست عاشق. پیر میگه بونوا امورو، بونوا عاشقی، پوتتر شاید. لوئیس میگه لزوم، مردها، ils sont vraiment compliqués، اونها هستن vraiment واقعا compliqué پیچیده. ils آنها، zone ils ont اونها دارند، toujours des problèmes toujours همیشه، des problèmes مشکل، اونها همیشه مشکل دارن. مپدوتو اما به هیچ وجه. لزوم مردها،
ne sont pas نیستند compliqué پیچیده vraiment واقعا bon خب où sont رافائل et برتران رافائل و برتران کجا هستند je ne sais pas نمیدونم ils ne sont pas là اینجا نیستند quelques minutes plus tard چند لحظه بعد je suis désolé من هستم متاسفم on est en retard ما هستیم en retard دیر کرده متاسفیم که دیر کردیم لوئیس میگه c'est normal عادیه vous êtes toujours en retard شما هستید همیشه en retard دیر رافائل میگه et toi و تو bien sûr حتما tu es toujours à l'heure تو هستی toujours همیشه à l'heure سر وقت à l'heure یعنی سر وقت لوئیس میگه moi je suis toujours en avance من هستم همیشه en avance یعنی جلوتر quand j'ai un rendez-vous وقتی که من دارم یک راندوو یک قرار یعنی یه وقت قرار دارم زودتر میام سر قرار بون خب vous avez le gâteau شما دارید le gâteau کیک pour برای لفت جشن میگه برای جشن کیک دارید وی والا آره اینهاش اونه اسی ما داریم همچنین لوون شراب و لجود فروی آب میوه Bonjour, est-ce que Benoît est là? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon? Il est malade? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a? Il a des problèmes? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes? Alors, il est amoureux? Benoît amoureux? Peut-être. Ah, les hommes. Ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment? Bon. Où sont Raphaël et Bertrand? Je ne sais pas. Ils ne sont pas là. Ah, je suis désolé. On est en retard. C'est normal. Vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi, je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon. Vous avez les gâteaux pour la fête? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. oh là là وای je suis fatigué من هستم خسته j'ai trop de travail من کلی کار دارم tu as encore des cours تو هنوز کلاس داری نه je n'ai pas de cours من کلاس ندارم mais اما j'ai des examens من امتحان دارم en ce moment الان et toi و تو tu as aussi des examens تو هم امتحان داری oui بله nous avons encore un examen jeudi ما داریم هنوز un examen یک امتحان jeudi پنجشنبه et après و بعدش c'est fini تمومه je suis en vacances من میرم تعطیلات یا توی تعطیلات هستم tu as de la chance تو شانس داری j'ai encore 2 semaines de travail من هنوز 2 هفته کار دارم ما pauvre Mathilde ماتیلد بیچاره من courage یعنی شجاع باش attends صبر کن گوش بده j'ai une idée من یه ایده دارم est-ce que tu es libre demain est-ce que آیا تو هستی آزاد demain فردا pour dîner برای شام non c'est dommage حیف شد demain فردا je suis prise من هستم گرفتار من گرفتارم mais dimanche اما یک شنبه شب میتونم Oh là là, ah, je suis fatiguée.
J'ai trop de travail. Tu as encore des cours? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore 2 semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir.